طرف راست نکن، با طرف راست. شد؟ همینجا شد؟ باز کمی به عقب. تمام؟ شد الان در همونجا. چی باشد؟ چی گپ شد؟ کجا می روی؟ خدایا چی دهشت؟ همه جا خون. و دختری بیچاره چی کار کردن؟ کدام دیوانه او را کشته است؟ ایست نگرز ایست گفتم. دوستان خیلی که میدونید یک چند ماه پیش به سردار نجیب و گروهش دام گذاشته بودند. خیریت که ساق سلامت خلاص شدند. علاوه بر این یک گروه جنایی را از بین بردند که دولت را از دموکراسی دور و به سر و سامانی برده میرساند. حاضر در نزد همه افتخارنامه هایی که از طرف وزیر امضا شده است به این قهرمانان با تنتنه تقدیم میکنیم. تشکر. تبریک میکنم. تشکر. شیر بچه سردار نجیب را نمیرنجونی به فکرم. نگاه کن. از گپایش نمیبروی. درست گفتید محترم مدیر. شرف و افتخارمان را هیچگاه پس نمیزنیم. موفقیت های بردوام میخواهم نجیب. مرحمت. تشکر محترم مدیر. در کارهایت با دقت باش. اگر فهمند که ما در شبکه آدم خود را داریم کارها بد می شود. فهمو؟ بی‌پروا باشید، در فکرش هستیم محترم مدیر. از یاد نبرور. احتیاط شو. با اجازت. من نجیب نباید؟ در کجا؟ کی گفتی؟ خوب حاضر می آیم. مدیر یک جسد یافتم، من باید روم. تیز با اونجا رو. وظیفه ما مجلس بازی نیست. اطاعت. بچه آزاد رفتیم. بخیره سردارم؟ رفتیم در رو گپ میزنیم. حالا ما رفتیم.
sevda düştü içimize. Her şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. Haydar diridah dar diridah dar. Haydar diridah dar diridah. بسیار با احتیاط باشید. یگان چیز را از زودتر از اون طرف بنا بگیرید. برای ما هر یک جزئیات سبب پیدا کردن جنایت می شود. تو ایزهای پای را گرد خوب شده است. سردار نام مقتول لیلی ایشیل 24 ساله دانشجوی سال آخری فاکولته تیم خودکشی یا اینکه جنایت؟ کشته شده است سردار. وضعیت خیلی بد. به خانوادهشان خبر دادید؟ هنوز نه. ما در اونجا بودیم کار کرده ایستاده بودیم ناگاه شاهد هست؟ من دیدم موندم جسد را این مهندسا یافتند. یک مرد دستش موی در لبدار بیرون بود میگویم. اون طرف از گوره پشتش دویدند لیکن داشتن نتوانستند. بچه‌ها کفته ایستادند. مرد ریشدار بود تلفن کسی نباشه جواب ده. سردار این تلفن مقتول است. به من ده. مرحبا. الو ببخشید به فکرم خطا زنگ زدم. بلالی زنگ زدید؟ بله شما کیستید؟ من سردار شعبه مدد نجیب. سردار شعبه مدد گفتید؟ دخترم لیلی در کجاست؟ مگر یگان حادثه رخ داد به لیلی هم؟ وای دخترتان لیلی یک صدمه شده است. الو الو چی شد خالد؟ احوالت بد شد؟ خالد به تو میگویم چی شد؟ گپ زن. لیلی وفات کرده است. چی؟ صدمه؟ آوردن لیلی رو آوردن خواهری عزیزم رو آوردن جیگرم رو آوردن جیگرم رو پدر خواهش میکنم خواهش میکنم نزدیکم شو. کشاید دخترم رو لیلی رو بینم کشاید دخترم رو بینم لیلی جان دخترم دخترم لیلی چی کار کردن خواهرم لیلی کی کشته است خواهرم لیلی هم رو کی کشته است گپ زنه دکتر بابا گپ زن خواهرم رو کی کشت گپ زن بابا دکتر بگو بابا ندیدنتون خوب است برادر. خواهرم رو به من نشان نمیدی متاسفانه رویش رو شناخته نمیشم. بگو چی شد با او کی او را کشت کی یکم کار کن آه خدا رویش رو ندیده. برای چی؟ کیست؟ گپ زنید بابا کی کشت خواهرم رو کی کشت خواهرم رو کی کشت خواهرم رو آه خدا ای خدا
صدام افتیده است صدمه نه. این صدمه نیست. در تلفن گفته نتوانستم. دخترتون کشته شده است. جنایت صادر شد. در باغ جسدش رو یافتم. خدایا مدد کن. 1 سال دیگرش مانده بود دکتر میشم. کدام خدا نترس این کارا کرده است. سردار نامتون چیست؟ نجیب. سردار نجیب فرزند داره؟ آیا دختر داره؟ بله. این خیلی باشد گپم رو گوش کنید. فرض کردم که در باغ دختری مرا نکشتن، دختری شما را کشتن. فرض کردم که جسدی دخترتان را از باغ یافته. چیکار میکرده؟ بگوید چیکار میکرده؟ این به ناموس را اجازت میدادید که آزاد گردد؟ این خیلی باشد او را یاد سردار به ناموسه که این را بلیلی روا دیده است. یا به این دختری من نه، این دختری شماست. وعدم میدیم که او رو میابم. اوچا بگونی با دوستان با سینما رویم. مایلاش اوچا چی میگوید؟ اوچا من رابطی پاورمن میخوام. پاورمن چی ورمین؟ اوچا بگا با سینما رویم. ایستا این رو بعد گپ میزنی. پاورمن اوچا پاورمن. اول من گفتم تو خواب کن الپرین. با من چه یا خدا. ای جیم شینید حاضر یک تا گوید. اول شما خانم نوربانو. دوگونه های بگویی با سینما میروند. همه میروند. تمام دختران سیم من رو هم دعوت کردند. چی میشود من هم روم اوچا جون؟ این کاری من نیست. از پدرت پرس. تلفن کرده پرس. اجازه دهت میروی. دخترتان با بایه رسید از خونه رفت. تشویشتان سر می شود. ببخشید. الو دادا میبخشید که شما رو ناراحت کردم. با شما گپ دارم. چی میخوای دخترم؟ دادا بگویی رفیقانم با سینما میروند. من رو هم دعوت کردم. من هم روم. معلمتون هم رو میرود؟ نه لیکن دخترها هستند. بسیاری هستیم. التماس روم دادا جون. به معلم اجازت نمیدیم. بعد هم رو میرویم. لیکن دادا جون با دوستومم رفتن میخوام. التماس بیاید روم. بعد میدیم که بعد خودم میبرم. تلفن رو با مادرته. اما دادا نوربانو دخترم گپ رو دراز نکن. با مادرته گفتم. اوچا لبای نوربانو دادم تو رو میپوسد. با من ده. نجیب زنک از کجا برآمد باز این گپی با رفیقان به سینما رفتن؟ از کجا دونم؟ در مکتب قرار دادن. نجیب این بار اجازت میدادی. دخترت میگیرید. یش از این حادثه به سر دخترمان اومده رو فراموش کردی به فکرم. دختران جوان رو باروهای هر خلاص رو بیرون میکنن. به فکر تو مثل هر پدر و مادر با دقت شدن مناسب نیست مگر؟ خوب خودت میدونی. آوازت دیگر خیلی است. همش خوب است انشالله. امروز در باغ جسد یک دختر جوان رو یافتم. رویش رو شناخته نمیشود. سرش رو بازم پیدا کردن. ولش رو بینی بعد میفهمی. منش خاموش میکنم. شب صحبت میکنیم. دخترم از پدرت خفه نشو. وای خوبی تو رو میخواهد. وعده داد که خودش تو رو میبرد.
من با پدرم نه با دوگونه هایم رفتن میخواهم. نوربانو апа монед бо дугонаҳояш равад. ҳозир вақти ба балоғат расиданаш. шумо мушкилиҳоро таҳаммул карда метавонед. кирос бо дарди ҳама ман овора ҳастам. метарсам ки барои сархорӣ вақтам намерасад. ман ҳам мекафам ба фикрам. ту ҳам рост ба хона майла шуча. خالد برادر لبای سردار میفهمم برای شما خیلی مشکل لیکن با ما با پلیس رفتنتون در کار. میروم سردار چیزی لازم باشد میکنم. با اجازت قبضن یگید سردارم مهندسان در باغ خودم رشته را دیدن نامش سیری بوده است. خیر کی هستی؟ سردارم در اینجا او را همه میشناسد. از کسی نپرسیم آدم خوبی به ضرر است میگویند. ضررش نرسیده است نیو لیکن یافتن لازم. میشنوی من رو؟ سردارم به فکرم این همان است که ما میکافتیم. بله سردارم به فکرم همان است. دستگیر بکنم. ایست پلیس ایست بگویم نگوریز ایستا راهگر میگویم. برو رفتی گرد خواهش میکنم راه دهید. لطفاً راه دهید. جنایتکار را دستگیر کردید. آنها سنجش معین میکند. پرسش ادامه دارد. بگوید دستگیر شده جنایت صادر کرده است. التماس بچه آقای ایگی التماس گویید. اجازه دهید کارمان را کنیم. از افتش معلوم که او کشته. راه گرد. سردارم سیری گفتگی آدم این است؟ بله سردارم. قاتل مشکل آرام باش. آرام باش گفتم. تشکیل یکی را ببر. رفتیم. تمام تشکیل به من نگاه کن. باز یک بار دیگر چون رفتار کنی برای به مال دولت ضرر رساندنت تو را محکم میکنم. همه اینها با پول شهروندان خریده میشود. فهمیدی؟ فهمیدم سردار. جمع کنید اینها را. اطاعت سردار. رفتیم پسرم رفتیم. من نکردم نه سردارم یکان چیز نگفته است. چیکار کنیم سردارم؟ چه خیلی را به گپ دراریم؟ به خدا زبان این را مختن لازم. آخر مثل منو تو گپ نمیزندین. سردار комиссия полис омадааст ки ба ҳамон боғ тааллуқ дорад. Чӣ хеле ки мегӯяд Сириро хеле хуб мешинохтааст. тез ӯро даъват кунед. барори кор сардор. ташаккур комиссар. سیری پسرم تو چیکار کردی که در اینجایی؟ در جای جنایت را دیدند. گریخته است. از او شبهه دارند. بیچاره ترسیده برای همین گریخته است. چند سال باز من سیری را میشناسم. خوراکش را با ما در شعبه پلیس میخورد. او کسی را کشته نمیتواند. اگر بولی پرنده شکسته باشد بیند در حال گریه میکند. از کسی نپرسم. همه او را
آدم بیزرار است میگویند. وای شعبه پلیسی ما رو به جنت تبدیل داد. او همین خیلی آدم بی‌آزار است. او کرده است نمیگویم البته، لیکن در جای حادثه بوده است. ممکن کسی رو دیده باشد. میتوانید او رو به گپ درآورید. این کاری آسان. یک پرس شیر برنج مسئله حل. یک کاسه شیر برنج گفتید؟ یگید یک نفر رو روان کن. اطاعت سردارم. سرقه باشد. همین طور نه؟ Ninja kaplumbağalar. Dün gece çarpan kamyonun plakasını alan var mı ya? Hamatını mı yapacağım? Benim annem senin de annen oluyor. ما امشب به سینما میرویم. بیا همراه رویم. پدرم اجازت نمیدیم. چیکار کنم؟ الپرین صدایش رو پس کن. Hiç bu kadar ihtiyaç duyulmamıştı. با تو صدایش رو پس کن گفتم. با من تا این راست. نرس Canavar ordusu serbest. نوربانو پدرت اینقدر خفه مانده بوده است. چیکار کنم؟ خود دیده صدای کو. خیر من نباشد میروم. پگاه در مکتب میبینیم. Bir kardeşlik bağı var. این رو به من ته. من به سینما نروم مگر تو هم تلویزیون رو تماشا نمیکنی. سرده ته گفتم الپرین ته به من. چی کار میکنید شما؟ نوربانو برادرت را ناراحت نکن. بیا به من در آشخانه کمک رسان. به من چی؟ الپرین یردم دهد. خدایا این دختر عجایب شده است. آقای پیش خدمت نگاه کنید. با من هم یک شیر برنج بیارید. با من هم یخماس بیارید. یخماس قیماقی. شما کاری خود را دانید. از برای خدا غضبم را نبیارید. روید. سیری پسرم در باغ چی دیدی؟ کنی گپ زن. من هیچ چیز ندیدم. بین در اینجا چی هست؟ تو این رو نسل بینی که شیر برنج. گیر. مرحمت با قاشق. نمیخواهد خودش میداند. سردار وقتی که شیر برنج میگوید سیری از همه کارش میماند. همیشه برای شیرینی خوردن خودش قاشق دارد. سیری کنی گپ زن. یکون کس رو در باغ دیدی؟ آدم از دست دختر میکشید و دختر داد میزد. وای چگونه آدم بود؟ با ما گپ زن. اگر آن شخص رو بینی میشناسی؟ البته میشناسم. چرا نشناسم؟ جنجال لاله رو در باغ با یک نفر دیدند. لیلی یگان نفر رو ناس میدید؟ نه دختری من بهوده با هیچ کس جنجال نمیکرد. صدایش رو بلند نمیکرد. لیلی دخترم. خیز بیا اینجا شین. بیا اجازت سردارم. شما نفهمیدید سردار این رو نمیپرسند. میپرسم که با یگان کس با میخورد از مکتب از محلاتان، یعنی نفری که شما میدانید. بس کن.
рафиқ сардор занкҳои телефонии лайлиро тафтиш кардем. пеш аз рӯй додани ҷиноят бо шоҳмӯз байрақ ва фират алкан хеле зиёд суҳбат кардааст. шоҳмӯз байрақ, фират алкан, инҳо кӣ мешиносед? шоҳмӯз байрақ номзади духтарам аст батман. аммо аз рӯи қайдҳо нигоҳ кунем аз истанбул занг задааст. аз истанбул мо хабар надорем. барои чӣ бехабар омадааст? чаро? барои чӣ меояд? барои фират гуфтани айвон. шаҳмӯз ва лайли номзад буданд, лекин лайли бо фират вохӯрӣ мекард. Набуд. фираташ кӣ бошад? дар факултаи тиб ҳамкурсаш дар он ҷо шинос шуда буданд. беҳад нағз медид. аз бепули донишгоҳро тарк карда дар як таъмирхона кор ёфта буд. як сағираи бекас. вақте ки шаҳмӯз инро фаҳмид тамоман девона шуд. сабаби ба истанбул омаданаш ҳамин аст? инашро намедонам. худашро ёфта пурсед. инҳо одамони сарватманд сардор ба ашки чашм нигоҳ намекунанд. мумкин ки шаҳмӯз барои дифои номуси худ ба ин ҷо омада бошад. ин шоҳмӯз ва фиратро ба ин ҷо биёред. итоат сардорам. ту чиҳо мегӯӣ тошкин? барои чӣ ман аз инҳо хабар надорам? нахостам шумо ғамгин шавед падар. намедонистам ки кор ба ин дараҷа мерасад. рафиқон, ҳодиса рӯй дод. 100% ин ҷинояти расму оин аст. духтар номзади сарватманд доштааст. не лекин духтар дар ин ҷо бо як нафари дигар во мехӯрдааст. номзадаш инро фаҳмида аз номусаш дифоъ кардааст. ана ҳамин хел. номаш чӣ? шоҳмӯз байрақ. марҳамат шоҳмӯз байрақ, билетатон. мусофири ҷои 14. 5 дақиқа вақт доред. автобус ҳаракат мекунад. ташаккур омад. роҳи сафед. вай корро тамом кардам. ҳозир ба роҳ мебароям. саҳар нашуда дар он ҷо мешавам. майлаш, аз ин ҷо чизе намехоҳед? хуб. яъне ҷинояти расмоӣ. аввалин чизе ки ба сарамон меояд. медонӣ ки дар вазифаи мо чизе ки дар аввал шубҳа дорем нодуруст мебарояд. хабарнигорон ба ин хабар сӯистифода мебаранд. дар рӯзи равшан дар маркази истанбул як духтарро ба хотири расму оин сарашро ба санг зада майда карданд. пагоҳ дар рӯзномаҳо салоҳаро мехонем. барои полисҳоро айбдор кардан менависанд ки полисҳо хобанд. фикр накунед мудир, хотирро меёбем. анин ёфта ҳал карданамон лозим. ҳар сол танҳо дар мавзеи мо аз 100 нафар зиёд духтарони ҷавон кушта мешаванд. барои бисёр аз ҷинояти расму оин гуфта нуқта мегузорем. гунаҳгор аст ё бегуноҳ фарқ надорад. дар баъзе мавридҳо полисҳо низ хунукназарӣ мекунанд. боз як нафари дигарам дидааст. инро ҳам илова кунем, саҳифаҳо зиёд мешавад. рафиқ сардор, ҳамкоронамон автовокзал ва ширкатҳои чиптафурӯшии ҳавопаймоиро тафтиш карданд. шоҳмӯз байрақ ба автобус чипта харидааст. аз тариқи телефон ҷои фиратро низ маълум кардем сардор. йигит ту аз пушти фират шав. итоат сардорам. наҷиб, ҳамин корро ҳал кунед. беҳуда вирди забони хабарнигорон нашавем. хуб шудааст мудир, фикр накунед. муваффақ бош. ой лайли.
حاضر در کجا هستند؟ از طریق تلفن نگاه کنید. حاضر از پل گذشتند. خوب خیلی نزدیک هستیم. علیمه با گروه ها خبر رسون. برای شروع کردن همه چاره ها رو بینید. اطاعت سردار. السلام علیکم. در اینجا کدامتون استایید؟ منم استا بفرمایید. السلام علیکم. خسته نباشید. و علیکم السلام. فرات نام یک نفر رو میکابم. فطرت رو چیکار میکنی؟ تو کیستی؟ من باید با خودی فرات صحبت کنم. فطرت اینجا دیگر کار نمیکنه. یک هفته پیش برآمده رفته بود. اینها با فکرم لیلی و فراتند. برای خاطر آویزان کرده ها استا؟ بله چی شده است؟ گوش کن. دانستنت خوب می شود. این پگاهی جسد لیلی را در باغ یافتند. سرش را با سنگ زده مجق کرده. فرات ایستا! 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 چرا مرامان میکنند؟ حسن گوش کن. چی گپ شد همه داد میزنند؟ با خدا که نمیدونم. پلیس ها از چهار طرف احاطه کردن. پلیس ها؟ از کجا پیدا شدند آنها؟ ایستا فرات! نگریز! ایستا! زودتر تیزتر. هیچ کس از جایش نجنبد. آرام باشید. آرام باشید. حجتتان رو ممکن بینم؟ البته. آیسته برارید. خوب شده است آقای مامور. شاموز байрақ شما دستگیر شدید. آخر چی شده است؟ من چیکار کردم؟ مرا کجا ببرید؟ یعنی بشید در رو باشید. ایستا فرات! نگریز! ایستا! خدا میکشند مرا. التماس کجان؟ چه کشن؟ دیوانه عجیب شیخ. من هیچ کار نکردم. به خدا هیچ کار نکردم. از تکرار توتیوار من هیچ کار نکردم نفرتم می آید. بینندگان محترم، در مرکز استانبول دختر جوانی رو با نام دخترم به خوراک دست نزدی؟ نمیخواهم. اپا خوراکتو نخوری من خورم. قربانی رسم اوین شده است میگویند. لیلی ایشیل اولین قربانی رسم اوین نیست. نوربانو عیب است. برادرت چه گناه دارد؟ من چه گناه دارم؟ در حیاتم یک بار اجازت گرفتم. یک دقیقه جون شینید. اگر دریا داشته باشید در استانبول
шаҳрибон Ялчивкайро падараш дар кӯча паронда куштааст. ҳозир нависанда Нилуфар Боздак бо мо аст. шумо чанд сол мешавад ки ҷиноятҳое ки аз барои расму оин мешаванд ҷустуҷӯ мекунед? дар бораи ҷинояти Лайлии Шил чӣ мегӯед? чашматон кафат расмоим будааст. духтари ҷавонро бо хости худ хонадор кардан, мисли ғулом истифода бурдан, куштан аз кай боз расму оин намоиш шудааст? наҷиб чӣ кор карда бошад? ҳозир нависанда Нилуфар Боздак бо мо аст. шумо чанд сол мешавад ки ҷиноятҳое ки аз барои расму оин мешаванд ҷустуҷӯ мекунед? چه حال داری زنک؟ дар бораи ҷинояти Лайлии Шил чӣ мегӯед? من هم همین را تماشا میکردم. باز برای گناهکار کردن پلیس هر خیل خلاصه میبراره. تا حال هیچ چیز معلوم نیست، سود نیست. خبرنگاران جنایت رسم آیین گفته همه را به پا برداشتن. نه نمیخورم. شما خوردن گیرید. حالا کارمون در اینجا بسیار. بچه ها رو به جای من بوسه کن. خوب. مایلش. шинед наҷиб чӣ шуд ин кор? тамоми мамлакат ба похест. аз 2 нафар шубҳа дорем мудир. натиҷаашро интизорем. бачаҳо барои дастгир кардани Сири рафтанд. биё. Сириро овардем барои рӯбарӯ кардан, сардорам. тезтар ин корро ҳал кунед. итоат, сардорам. آقای مامور برای چی ما رو به اینجا آورده؟ من چیکار کردم؟ سردارم باید بر تو میفهمم. انا اومد. چه حال داری شرف؟ خوبم سردارم. سردار چیکار کردم من؟ به نام خدا گوید. لیلی شیل را میشناسی؟ بله شده است. همین سحر جسدش را از باغ یافتیم. سرش را با سنگ میده کردن. خدایا خدایا. سردار شما چه ها میگویید؟ متاسفانه لیلی قربان گشته است. کی این کارو کرده است؟ غیرت کی میکنه؟ کی میکنه؟ کی میکشد؟ تو کشتی او رو. تو کشتی او رو. تو کشتی او رو. لیلی چی خیل تو را کش. سیری با دقت نگاه کن. شخصی که با لیلی در باغ جنجال میکرد در اینجا هست؟ نگاه کن در اینجا هست یا نیست؟ رفیق سردار فرمودتان رو آوردم. نگاه کن در اینجا هست یا نیست؟ اما نشان ده. کسی که در باغ با لیلی جنجال میکرد یک از همین است؟ یک از همین است؟ خوب
خب آفرین فرات را جواب دهید شاهموز را با من گذارید شما به خانه روید اطاعت سردارم سری توفت را گیر باغ به تو امانت با لیلی پیش از حادثه تست تلفن میکردی؟ با شاهموز وا میخورد من نخواستم چرا؟ میترسیدم که با وای کاری بد میکنن نباشد برای چی امروز گریختی؟ در برات سلاح دیدم تو رو آدم شاهموز فکر کردم پلیس بودن رو نفهمیدم خب نباشد میتوانی روی اما فرار نکن در همین جایها باش برو در مسئله خودمون با سردار گپ زدی؟ حلیمه آخر فرصت نشد خودت ندیدی مگر پگاه گپ میزنیم آخرین کارو باید زودتر حل کرد حاضر روست به خانه ینگای هنر میرویم رفتیم حالا خانه‌دار نشده الکی سر شد باید چیکار میکنم؟ به خدا نمیدونم که روز نجیب هر روز تا نیم شب کار میکنه یک چیز گویم خفه میشه و دهانم رک شده نمیتوانم من درسم همین خیل بود چشمش غیر از کار دیگر هیچ چیز رو نمیدید اوه که ها می آیند عروس و داماد خوش آمدید بچه ها خوش دیدیم اپا خوش باشید مرحمت خوش آمدید نجیب نیست؟ سردار ماندند کارشان کمی طول کشید طول نمیکشید حیران میشدم تشکر آمادگی ها به توی چه خیل؟ آه ینگا جون حالا به خواستگاری هم فرصت نمیرسد تو حال با سردار گپ نزده است آخر چه خیل گپ زنم امروز حالمون رو دیدی کو در آتش بر این علنگا نزن حلیمه با فکرم با تو بازی دارد به خدا من همچنین فکر دارم بلایه آخر ازدواج این عملیات فوری نیست کو تو گپ زن قهرمان این دختر با تو چیکار کرد که با سنگ سرش را میده کردی چخیل سنگ چخیل میده کرده سردار در باغ با لیلی جنگ کردگی آدم تو بودی در باره فرج شنویده تست خسته آمدی ناموست را با فکرت دفاع کردی با فکرت رسم و آیین را اجرا کرده میتونی سردار در رسم و آیین ما نزدیدنمون رو به طور سرمون میبرداریم خون چی است جان چی است میدونیم کدام به ایمان کشته است مقصد دیگر کس هم باشد گوش کنید سردار من نام لیلی را اول در قلبم و برای همه وقت نامش را دیدن به اینجا نوشتم نام او برایم مقدس است اگر به یک طور مویش چیزی شود من این دست را کنده میپرتویم شما حاضر لیلی را کشتی میگویید همین خیل است سردار چه خوب گپ میزنی مثلا عشق گفته فکر میکنیم عاشق شده ایم گفته فکر میکنیم در آخر بازیچه دست شیطان میشویم نه عقل مانده است نه ترس از خدا بر این آدمان همه کار را میکنن راست میگویی سردار لیکن خطای یک نفر دیگر را ندانسته مرا تهمت میکنید شما هم خطا میکنید سردار شکر خدا ایمان داریم کتاب را هم میدونیم سنت را هم در کتاب های ما این خیلی نامده است رفیق سردار
дониста дурӯғ гуфта наметавонем. хоҳед бовар кунед, нахоҳед не. лекин ман накуштам лайлиро. ба худо қасам накуштам. барои чӣ ба Истанбул омадӣ? барои чӣ бо Лайли дар боғ вохӯрдӣ? чӣ дар доштӣ? янгаи ҳунер, шумо имшаб бо сардорамон маслиҳат кунед? фардо шаб йигит маро хускорӣ меояд. ту ҳам ёфти одаматро. ман назакат мепурсам, барои хоҳараш мемурад. ман Наҷибро дидам магар? ҳалима духтарам, ту хуб фикр кардӣ дар бораи хонадор шудан? барои чӣ янга? шумо чӣ гуфтанӣ будед апаи ҳунер? бубахш йигит, оилаи полисчист ман хуб медонам. лекин апа, охир ҳалима ҳам худаш полис аст. бошад, боз ҳам хуб фикр карданаш лозим. пагоҳ мебинӣ ки хонашин модар шудааст. яъне гуфтанӣ ҳастам ки аз ману кирӯз фарқаш намекунӣ. аҳволи маро мебинед. баъд аз шаҳид шудани Менделес касе нест ки ба ӯ такя кунам. мо қарорамонро баровардем янгаҷон. шумо бошед фурсат ёфта бо сардор маслиҳат кунед. хуб шудааст. ман бори охир фикр карданатро мехостам. лекин йигит, бо Наҷиб бодиққат бош. ба мӯй ва сару либосу андомат нақс нигоҳ карда биёр, мисли фақирони ҳинд наоӣ. албатта. мо пагоҳ барои харид меравем, либоси тӯёна ҳам мехарем. боча ман дар хобам роботи повермен дидам. дадам дар вақти омаданаш меорад. ту танҳо дар хобат мебинӣ. ин хел нагӯед, то саҳар хобаш намебарад. меорад писарам, ту рост ба ҷои хобат. пагоҳ мактаб аст. дер шуд, мо меравем. бале апа, шабатон ман хуш. ҳам меравам ҳунер апа. шабатон хуш. шабатон хуш. хайр, шабатон хуш. меҳе гӯш кун, барои чӣ бо Лайли дар боғ вохӯрдӣ? ҷавоб де. барои Ифратро пурсидан омадам ки оё чизҳои шунидаам рост аст. магар ман қалб надорам пурсидам. хуш, баъд негуфт. ҳамон замон мурдан мехостам сардор. як бор ҳам не, 1000 бор мурдан мехостам сардор. хуш, баъд барои вай ангуштарини номзадӣ гирифта будам. дар дарунаш номашро навишта будам. ӯро ба ман баргардон. лекин ман истат гуфтам. ба ман нигоҳ кун шербаша. با من بازی میکنی؟ لیلی یگان خیلی انگشتری نداشت. با کی دروغ میگویی؟ با خدا قسم راست میگویم. انگشترین در دستی او موند. ببین اگر دروغ گویی کمش 30 سال میگیری با این کاری کردگی. در افسانه وقت به یادت میآید که انگشترین در دستی کی بود. آن وقت فایده ندارد. با خدا من لیلی رو نکشتم سردار. با اینجا آمدنی هم نبودم. برادرش تاشکین التماس کرد.
برای سینما نرفتنش شبی درست گریه کرد. من خوبی او رو میخواهم. خدا نکرده به سرش اگان چیز بیاید. من دیگر زندگی کردن نمیتوانم. ممکن که وی هم حق باشه. آیسته آیسته به وی میرسد. کمی دیگر خیلی رفتار کردنمان در کار. دوره ما بری نیست. آدمان دیگر شده ایستادن. راست میگویی. زمان دیگر شده است. یکون چیز میخوری نجیب؟ اشتیا ندارم. مرحمت نجیب. باور کن اشتیا ندارم. امروز یک جنایت روی داد که دختره که جوان رو وحشیانه کشته. میدیدی پدر در یک جا، مادر در دیگر جا. غم به پدر و مادر می شود. غمی فرزند را نشان نده. آمین. چه شد زنک؟ باز همان کاری پیش دارد. نجیب تسبیح میگردونی؟ یا صبر به ایس میگردونی؟ دعای تو با ما هم میرسد. وای یگید حالی مرا خواستگاری می آید کو؟ از کی میخواهد؟ از من نیبا فکرم. آخیر از تو میخواهد. از کجا برآمد باز این کرد؟ هر دویشون کسی ندارد. تو رو مثل پدر میدونند. تو از طرف دختر میشوی. از طرف داماد که میشود. من؟ حالی مرا من از تو برای یگید من خواستگاری میکنم؟ با خدا از تو ترسیدن در کار زنک. اگر بده فروشیم در دروازه نوبت میشود. این خیلی تئاتر من ندیدم. برای بچه ها ثواب میشود. خوب بیاین کنی. تو با من یک پیاله آب بیار. حاضر میارم. انا اکنون به دستم افتاد یگید. بچه از دیروز باز تلفن هم رو نمیابم. تو دیوانهی. همدردی من رو قبول کن. روز پیشم ایلاش یکی لازم بود با من. از خانه نیفتم. تشکر. تو مرا به غضب میاری. دیروز شب دیر آمدی. کمی شرم دار.
زمین کفد و فرو رود این خیل رسم و آیین دخترم را به سبب کشتند. تشکر. дар охир духтар дар дасти бача вафот кард. ман ҳам гирья кардам. писари хеле хушрӯй буд. ошиқаш шудам. хеле филми хуб буд. ту чаро наомадӣ? чӣ хел биёям? шумо падари маро намедонед. падари ту дар кадом замона зиндагӣ мекунад? хеле аҷоиб. биё ба назди огузхон равем, баскетболбозӣ мекунем. не, шумо равед, ман ба дарс меравам. қарзу расидадам. апа пул деман рафта яхмоз харам. пули додаи дадаамро чӣ кор кардӣ? хӯрдам. ин хел бошад дастатро мелеси, а? не яхмоз хӯрда метавонам, не повермен гирифта метавонам. уф, безор шудам. خیز و چش خیز رفتیم. فرزندم لیلی یکم. این سگ در اینجا چیکار میکند؟ لعنتی تو چیکار میکنی در اینجا؟ من تو چند مرتبه گفتم دور شو از لیلی. با کدام عقل به اینجا آمدی ها؟ تو میگویم فروختی لیلا رو. تو فروختی لیلا. تایراب کردم بیاکوشم من تو رو فهمیدی؟ بیاکوشم لعنتی حالا ببینی مرا. سرم در این روزی ماتم چی خود میگویی؟ سردید مرا سردار. خوشگین با تو چابر گفتم که آرام شد. من آرام شدم سردار. خدا از پلیس راضی باشد. گناهگار را با دستی خود دستگیر کردن. دیدید گناهگار را با دستی خود پلیس را دستگیر کردن. رفیق سردار، قاتل بودن شاهموز اثبات شد؟ دوامش را سود قرار میدهد. اما شاهبوز بیرق در این دعوا گمان بر است. سردارم یک سوال دیگر پرسم ممکن؟ رفیقان در جنازه هستیم التماس. من میدونم. کی میدونم گناهگارا؟ من همین کس گناهگار. خوشگین تو را ناز نمیبیند با فکرم. البته ناز نمیبینم. من کمبغل به پول هستم. لایق خواهری او نیستم. با کدام مال؟ اکا اینها سرمن گفته بای گفته دخترها مجبوری میخواستن به شوهر دهد، مخصوصا توشکین. اما که خالد مثل فرشته است، از دنیا خبر ندارد. این توشکین مجبور کرده لیلا را به شهرموز نامزد کرد. برای پول البته. البته که خاندار میشدیم. توشکین زید برآمد. رفته از زادگاهش شهرموز را پیدا کرد. با او چی دروغ گفته است نمیدونم. پس با لیلی نامزد کرد. بایست البته. پسری رئیس مثل ما با تعمیر سر و کار ندارد. دانشگاه را تمام کرده میرفت. کشتن لیلی هم را کشتن. خوب تو را راه در اینجا آمده. پلیس ها جوابش میدن نه؟ این توشکین داره دارای پلیس اول سری را بعد شاهمرز را گناهگار کرد. حاضر باشد فرد را گناهگار کرد ایستاده است. سردارم با فکرم گناهش را پنهان میکند. بگید بیا آقان. لبای سردار
خورشر بچه در بازپرسی به استقبال نمی آمدم گفتم اکای لیلی مرا جغزت گفتی چی منو دارد این گپا کو بگو من میتوانستم کارو تلفنی حل کنم اما توشکین التماس کرد که من بیایم دختر از دست میرود گفت بیا با ناموست صاحب شو گفت توشکین برای لیلی را با تو خانه‌دار کردن خیلی کوشش میکرد توشکین قماربازی میکرد هر ماه یک دو مرتبه مرا پاچا گفته از من پول میخواست من هم به خاطر لیلی شده 2 مرتبه یاردم دادم سردار برای چی به من باور نمیکنید من نکشتم با خدا من نکشتم من چیزی رو اسم میکنم یگید خیلی راست پشت توشکین مونید اطاعت سردار سلام رفیق سردار سلام علیما شب انتظاریم شما را مرحمت بیایید من هم همین را گفتنی بودم اگر اجازت باشد با یکیت برای خرید رویم خوب کارتان را نباشد بینید تشکر سردار تشکر رفیق سردار دار مایلش خوب شد که اومدی من خودتون رو دعوت کردنی بودم برای تو یک کار است با تو با یک جای میرویم با من بیا اطاعت سردار خیری تا از پشت یکای لیلی توشکین میشوی از هر قدم ماندهش خبردار میکنی تو روا کن خوب شده سردار انگشترین در کجا باشه عمیق این سخته است این یاقوت یک سنگ تازه این رو دزدیده ای چی ها میگویی تو؟ در این لیلی نوشته شده است لیلی کیست؟ من این رو نمیخواهم چیکار کنم انگشترینه که نام دیگر کس نوشته شده است ده نباشد انگشتری را به من ده من لیلی میشم تو مجنون همین طور چقدر انگشترینی زیبا تشکر دشکیزمت حساب کن با کجا میرویم نه اومدیم های دختر در کیسه هم پول بسیار است تو چه فکر کردی یگان کسی سوده رو یافته احمق میکنی خیلی زیبیده است همین انگشترین 2000 لیره می ایستد؟ بله آقا انا اینش 1600 لیره ایستا آخر از کجا من اینقدر پول دارم آخر ما تنها با ماهور زندگی میکنیم یگی انا اینش زیباست همینش رو خریم چی میگیری حلیمه رفتارت مثل که گویا پلیس نباشی آخر این 2 ماه هم معاش من میایستد شما برای اهل بوجه گوش ندارید انا اینش 350 لیره انا بین چه زیباست بین تماما زیباست یعنی با من ارزونش رو خریدنی با من باشد الماسدارش را برایت میگیرم اما در کیسم تنها برای سیبی الماسی پول دارم اگر خواهی چندین کیلو میگیرمت تو شوخی کردن گیر باقی مانده پول رو من خودم میدیم قیمتش رو میخریم شد این خیل نمیشود تو با من خانه دار شدن میخواهی این چه خیل سوال البته میخواهم این خیل باشد قیمتش رو میخریم نباشد تویی نمیشود حلیمه ایستا حلیمه چی شد آخر تماما جدی نیستی شرم نکرده باز با من شوخی میکنی آخر با یک انگشترین عادی است انگشترین عادی 2000 لیره میایستد میدانی ها چرا پول رو دریغ میداری برایت چقدر ارزش داشتنم رو فهمیدم حلیمه تو برای من به اینم عزیز هستی نازهایت را مان یعنی باز من ناز میکردم مان اینها را حالا باز لباس گرفتنمان لازم خرید باید کنیم من رفتم چیکار که میخوایی کردن گیر
آرام می شوم. با این زنها چه خیل زبان یافتن ممکن است؟ бале бачаҳо пагоҳ ҳама вазифаҳоро иҷро карда биёед. аз 25 саҳифаи китоби риёзӣ масъалаҳоро ҳал карданашонро фаромӯш накунед. ҳамаатонро мепурсам, тайёр шуда биёед. фаҳмо? оҳиста оҳиста. худоҳофиз. ببخشید جای شدهش چند می شود؟ برای شما 1900 لیره می شود. اما اگر از من پرسی من انا این رو تصمیم. اگر حاضر انگشترین گفته او را خرید آینده در زندگی همیشه گپی وی می گذارد. بهانه‌اش را باور کردی سوختی. بین عقلت را کار فرما. این را تجربه داری سالار میگوید. خوب از من گفتن دیگه. به خدا راست میگوید امک جان. مرحمت کرده ارزانش را پیچانید. مراد گوش کن، الپرین رو دیدی؟ وای در سیلف بود. بیزار شدم با این کودک. مالش رحمت. الپرین در کجا هستی تو؟ تیز شب دیر میکنی. در پشت چیست؟ هیچ چیز نیست. دستایت رو برار. چیکار میکنی اپا؟ جای دادم رو گرفتی. کفتن نگیری. بسیار گپ نزن، راه گرد با ماشین دیر میکنی. چه خیلی نمی اومده است؟ یانگای هنر نخود یگید ناوید. ما امروز برای انگشترین کمی جنجال کردیم. این خیلی نمی شود. نگاه کن چه خیلی می آید. او چقدر زیبی دست نجیبه کرد. کسی بیند شما رو داماد فکر میکند. نه جانم. به خدا راست. آخران بار در توی یمون گلستوک بسته بود. همه قدر وقت گذشته است. لیکن گلستوک پوشی را عادت نکردم. نوربانو پدرت چه شده است؟ همون پدرم. فقط سر و لباسهایش دیگه. نگاه کن. اما تو مثل لباسهایت زیبا هستی. حتی از لباسهایت هم زیباتر. خفه شده ای یا به من خیلی نماید؟ الپرین این بازیچه را از کجا یافتی؟ وای رفیقم داد. برای چی تو از رفیقت بازیچه میگیری؟ من نخواستم، خودش داد. یا خدا. خوش آمدید. این چی نمود از یگید؟ آخر چی شده است به نمودم؟ به خدا من هم با او گفتم اما گوش نکرد. آخر این شب عادی نیست. تو چرا اینقدر یک رو هستی؟ اپایونر چند بار گفتن؟ آخر چی باید میکردم؟ واه 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 که آمدن. مرحمت کنید. سلام سردارم. مردم انیق این بچه داماد شونده است. میفهمیدم از صندوق خیره پلیس کمک میپرسیدم. حتی با تماشای فوتبال با این سر و لباس نمیروند. آخر سردارم. گپ زن جانم.
بزرگ است یگید. همین قدر به تو گفتم نفهمیدی. در نگیر دختر، در نگیر. چرا بازی نمیکنی؟ جانم بس بودگیز شبی در روز بای دادی. تو کاردار نشو. دوام ده. چیکاری خویی کردن گیر. چه تمام شد؟ تمام. حاضر بازی بکنیم. حاضر. انگشتری رو ده. چی؟ انگشتری رو ده گفتم. اما نو داده بودی. برای تو نوش رو میگیرم. ده گفتم ده. در یک سال یک مرتبه توفه دادی. گیر از سرت ماند. چیکاری میخوایی کردن گیر. بیار انگشتری را بیار. یعنی چی فکر میکنی؟ گذار انگشتری را. یاقوت تازه. پرتا. تشکر کیروز جان. نوشی جان. نه این از شما نه. انا اینش رو گیرید. مخصوص تیار کردم. مخصوص؟ بله قهوه مخصوص. تشکر. مرحمت. این چی است؟ نوش وانمود کن که به تو معقول. حلیما نمکش رو بسیار انداخت. چی خیلی نمک په روحان نمک پوشیدم روحان. آقای نجیب امشب برای یک کاری خوب جمع آمدیم. بله آقای نجیب، کاری خوب با رازگی خدا و قول پیغمبر دخترمان حلیمه را برای پسرمان یگید خواستگاری میکنیم. میگویند که یک طرف روی خواستگار سیاه، کسی که دختر نمیدهد هر دو رویش سیاه. چی گفتند؟ میگویند که در این زمانه با معاش پلیس زندگی کردن نمیشد و پلیس دختر میدهند مگر با پلیس دختر دادن. نجیب تو چه ها میگویی؟ بچه ها یک دیگر را نجیب دوست میدارن. ما چی گفته میتوانیم؟ مرا ببخشید لیکن من با پلیس دختری میدادگی ندارم. نگاه کن بیچاره برای خود سر و لباس درست گرفته نمیتواند. بلا بسرم با تو چی شد؟ اگر با من باشد باید نمی آمدید. فکر من همین. من خواهش شما را رد میکنم. سردارم شوخی میکنم به فکرم. تو عموما گپ نزن فهمیدی؟ به خدا این کاری کردهت ای بس نجیب. من نمیدونم با این بچه دختر پختر نیست. تو این کارو مخصوص کردی یگید؟ همین طور همه رو خراب کردی. آخر من باز چیکار کردم؟ ای تو گپ نزن گناهگوری باز گپ میزنی. یگید با نجیب چی شده باشه؟ آرام باش. لبای خیری. سردار انگشتری که میکوبه در دست توشکی بوده است. در گوشت با کوچه فرخ در محل ایسکو. حاضر میایم خیری. تو را از چشم دور نکن. چی شد رفیق سردار؟ انگشتری که شاهموز با لیلی دادگی بود در دست توشکی بوده است. یگید میرویم. رفیق سردار من هم روم. حاضر وقتش نیست. به خدا سردارم تا این انگشتری را نپوشانم به هیچ جا نمیروم. یگید از پسم بیا. زود. این را بینیدم.
گپ شد. خودش چی گپ؟ چی میکابی؟ الان گوشترینه که میجوستیم. آقا رو امشب مهمون میکنیم. بره درو. تو چخل مرد همیشه کرد تیمور بازی کردن و بای دادن. من تو رو دیگر دیدن نمیخواهم. فهمیدی؟ سردارم تاشکن میرود او را نمیداریم. عجله نکن. همه وقت شتاب داری یگید. انتظار میشویم. در وظیفه ما بسیار چیز در اول معماهای زیادی دارد. صبر کن، برد میکنی. چون که گناهگار حتما یک از میماند. تاشکن خانه خواه خطا میکند. دخترم سبد نان رو دراز میکردی؟ تشکر دخترم. هیچ کم ندادا. کاری خوب نکردی نجیب. اینقدر تیاری دیدم ناامیدشون کردی. از نجیب دختر خواستن این مثل آن است که اشتر را از سوراخ سوزن گذراندن. آخر یگید تو را هم مثل سردار هم مثل پدر میدوند. حلیمه هم دیگر این خیل نکن. کارهایی که پدرت با من کرد در نزد آنها هیچ است. 3 مرتبه خواستگاری کردیم بعد راضی شد. خیلی عیب است، خیلی عیب. چه خیلی که میگویند خانه دختر خانه ناز است. باز بیایید امشب هم بیایید چرا شتاب کنیم کنی بینیم چه دل مرا مییابید. دخترم دستمال رو دراز میکردی؟ تشکر دخترم. هیچ کم ندادا. من میروم. شب میبینیم. تو بازدید دادا. تو بازدید بچه. براری کار. تشکر جانم. دخترم لیلی. کافیست مردک. چند روز شد خود را کشتی از گریه کردن. دختری مثل گلمون را از دست دادیم. ما گریه نکنیم کی گریه میکنن لیلی هم. اوچه پول لازم است در گریبان دادفته؟ توف موری تو باز دین شب قیمار بازی کردی. چه قیمار؟ تلفنی نو میخرم. گم کردم. تو در هر گنج پول داره. من 5 دین هم ندارم از پدرت پرس. اوچه با اون نگاه کن تماما از اوش رفته است. عکسوی لیلی رو نگاه کردن میگرید. من با بهانه باید چیزهای لیلی رو بینم کو چی گپ است؟ خب سردارم. چی؟ با یک بار خواستگار فکر کردی دختر رو میدم یا اینکه در آن ناامید شدی؟ نه سردارم صبر کنی برد میکنی. دختردار یگان رو از وقت خالی میافتگیست. راست کسی که دختر میدهد البته وقت خالی میافتگیست. چیکار کنم؟ چی میکوبی؟ از تو فایده نیست. تلفنم رو میکوبم.
خدای خدا کجا باشد؟ از دستی تو لیلی وفات کرد. مجبوراً با شاموز خانه دار کردنی بودی. میلش من دادنی بودم. شما برای چی هیچ چیز نگفته ده؟ ولی های پای بود. برای همین هیچ چیز نگفته. ها؟ این چی خیل گپ تاشکین. من نمیدونستم مگر من میخواستم که لیلی من بدبخت شود. با کسی که دل داده باشد نصیبش باشد میدادم. حاضر میگفتم لیلی رو هم تو رو هم. بس کن. شد خیلی ناله کردی. نه خود دیده و دونسته چنین یک گپی بسیار نظر پدر. ناله میکنی کی باشد با؟ اوه سردار خوش آمدید. شرف و شما. مرحمت. السلام علیکم. چیزهای دخترتان را آوردم. دختر بشین. دخترم را اگر میشناختید سردار قلبش پاک بود، مثل پری بود. درست است. اوچا جان با سردار چای بیارید. نه تو با من آب بیار. حاضر سردار. دخترکم این ولی بوسه هم چه علاقه دارد حلیمه؟ سردار هم به همین مسئله چسبیدند؟ چرا اینقدر بی اهمیتی یگید؟ مگر با چنین نمود آمدن ممکن بود؟ یک دقیقه سردار از تریزه چه اشاره میکنند؟ چی کار میکنند؟ اشاره تلفن میکنند. با خودشان نشان میدهند. چی میخواهند نمیفهمم. چی به من زنگ زن میگویند؟ شد ایستا خاموش میکنم بعد گپ میزنیم. مرحبا سردار. تشکر. بله من هستم. نه اشاره تلفن کردید با دستتان. در دست سیر تلفن دستی دیده؟ در کجا؟ آخر شما با دستتان اشاره تلفن دستی کردید. من برای همین به شما زنگ زدم. در باغی که جسد لیلا رو پیدا کردید. چی میگوید من نمیفهمم. نه با جنایت علاقه داشتهشون فکر نمیکنم. سردارم شما چی ها میگوید؟ من تماما نمیفهمم. خوب من آمده میبینم. چلی که باشه شما شتاب نکنید. چی شد سردار؟ چندان مهم نیست. این سیری رو در محل جنایت با تلفن دیدن. انیق با دیگر کس تعلق دارد. من هم در دستش ایستاد بعد آمده میبینم گفتم. فهمم. خوب و من اجازت در امنیت کارم است. اختیار در دست شما سردار. خوش آمده سردار. خدا صبر جمیل دهد. پس تلفن رو در اونجا افتوندم. ای وای زود رفته از دستی باید دیوانه گرفتنم در کار. بعد از اینها هفته تا خوب بد میشم.
سردارم شما خوب هستید؟ بله برای چی پرسیدی؟ سردارم پس از آن که حلیمه رو به من ندادید تماما دیگر شده اید پریشان شده اید ببخشید لیکن از صحبت تلفنی من هیچ چیز نفهمیدم یگیت لبی من دیگر نشدم لیکن در تو دیگر گونی است با توشکین یک چیز شنوندم کنی بینیم دردم میافتیده باشد یا اینکه نه انا اکنون صرفم رفتم سردارم فهمیدم با ماشین سوار شو الو سردار توشکن طرفی باغ رفت خوب اینجا بیا لعنتی اینجا بیا لعنتی باید تلفن رو ببنده ایست در کجا لعنتی در کجاست تلفنی من در کجاست تلفنی من سرت رو با سنگ میده میکنم با خدا توشکین همین رو میدونم سردارم خطا فهمیدید من را خواهرت را هم همین طور کشته بودی ها؟ من هیچ کس رو نکشتم سردار باش آموزگاه پتان گرفت دیوانه شدی همان طوری که حالا با سنگ به سر سیری زدنی بودی همان طور به سر خواهرت زدی لیلی به من گوش کن با خدا قسم من تو رو بسیار دوست میدارم برای این را اثبات کردن هر چی خواهی میکنم خوشبختی اجباری نمیشود شهموز من تو رو دوست نمیدارم مرا برادرم مجبور کرد از دوره مکتبی من کسی دیگر رو دوست میدارم التماس مرا درست فهم مرا به حالم گذار بگیر انگشترین رو نمیگیرم توشکین به من گفت که تو تنها مرا دوست میداری پس او مرا فریب داده است مادامی که دلت مایل کسی دیگر است فقط بگذار این در دست تو بماند من حرفی ندارم اما من این را نگاه میدارم تو بسیار آدم خوب هستی شهموز از کسی بیگانه توفه قبول کردن روا نیست خوشبختی میخوام خیر خداوند تو را هم خوشبخت کند الهو به دوست داشتت برسی لیلی برای این کارم من تو رو نست و نابود نکنم تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو بیماری شهوانی داری مگر ما با او وعده ازدواج دادیم ننگ و ناموس شان و شرفی ما رو به زمین میزنی رو از اینجا در کجا دیده ای آدمی رو که ننگ و ناموس و شرف خواهرش رو بفروشد ای بی‌حیا به جای خواهرت را فروختن بیر خود را فروش بابا نگر من تو رو نست و نابود نکنم تو باید به شهموز خانه دار شوی آدمی سروندت رو گذاشته به فیره یک گوستوی تعمیرگری کثیف حیاتی اوهلوی هم رو میسوزی هیچگاه شهموز ریاکاری تو را فهمیم برای پول شدن تو مرا به او میدهی هیچ شرم نمیداری آیا برای پول شده کس خواهر خود را میفروشد راو شهموز رو از نو برگردان با صحبت کن تا بیدی برا تو کسلی روحانی من به اون نمیرسم گفتم نمیرسم بچه ها قتل لیلی شیل خیلی که فکر میکردید جنایت رسمایی نبوده است برادرش توشکین ایشیل خواهرش لیلی ایشیل را کشته است بگوید سببی کشتنش معلوم شد؟ برای پول برای با شهموز بیرق خاندار نشدنش را کشته است با این کار در دل مردم چقدر ترس و وهم را جای کردیم چقدر پدر و مادرها عذاب روحی کشیدند شما درباره همین گونه جنایت هایی که وقتی آخر خیلی زیاد روی میدهند چه گفته میتوانید؟ سردیت لعنتیو کسی توشکین رو دیوالا گفته نمیتواند توشکین نزدیک نشوید چی نگاه میکنی پدر؟ حیف تو بر این فرزند تو هر
کوره که کردم برای ناموسم کردم جیم شو لعنتی شرم هم نمیداری چیل با دخترم دلت شد آرام شد بخارم را کشتی به شرم کوره که کردم برای ناموسم کردم بدر خدا جزایت را بیارد چیری دادم از بین نیت برایت انشالله سرگیت مرا سرگیت گفتم در این دنیا اولش عدالت است طرف دیگر رذالت کسی که ظلم کند البته ظلم میبیند فهمیدی انشالله در جای رفتت میپوسی کسی مرا حبس بکرده که حالا شکنی مادرش همه رو بده است نزید بشوید سرش رو میده بکنم یگید با دقت باش یگید یگید خوب است یگید من خوبم لیکن این خوب نیست که در نزد حبسخانه باز بیمارخانه علاوه شد باشی روزها رسیدیم احوال رو بینید آدم تا این درجه وحشی میشود از عقلم نمیگیرد سردارم این طایفه ها خیلی زیادند درا اوه خوش آمدی شاهموز چی شد؟ من میرم سردار یگان درخواست امر هست؟ استغفرالله شاهموز برادر تو را زورکی مهمانداری کردیم ببخش باز کمی خطا کردیم هیچ گپ نیست سردار ما هم انسانیم بعضا خطا میکنیم بخشش انسان همیشه خطاکار است سردار همین آمدن از رفتن بله با جایهای ما آمدید مهمان شوید شما را انتظار میشویم خدا نگهبانتون بلش ما هم هر وقتی که باید انتظاریم چقدر جوان خوب من این می شود برای دختر دادن سردارم شما دختر دادن گفتید برای همین من پرسیدنیم که ما کی برای خواستگاری بیاییم عجله نکنید این سال 2008 گذرد باز چی سردارم بلش با من خدا حافظ سردارم یگید مجبور نکن خب سردارم شما کدام وقتی خواهید همون وقت می شود ساعتهای اول سال 2009 خیلی خوب می شود هم سال نو و هم نامزد نو این فکری خوب ما یک فکر میکنیم خدا حافظ سردارم ما امشب به سینما میرویم با ما نمیروی؟ نه من کجای از خونه بر اومدم کجا درست دادا چی شد؟ چی کار میکنی در اینجا؟ کارم بر وقت آن شد دخترم را گیرم گفتم حتی دگانه هایت را گیری یک جایی از سینما میرویم دادای شیرم دادای من نمی خلاص دخترها با ماشین سوار شوید کیروز تو رو زحمت میدیم دستانم بند لبای قهوه خانه کیروز سلام خانم هونی رو میخواستم من روبری سفیر آلپرین هستم حاضر
апа шуморо роҳбари синфи алперем. алло салом хонумоне барои як масъала нороҳат мекунам. чӣ шудааст? дар мактаб якчанд рӯз аст ки дӯстӣ мешавад. аз шумо хоҳиш ҳамроҳи кӯдакон ба мактаб бозича телефон ва дигар чизҳоро равон накунед илтимос. чиро дуздидааст? дирӯза роботбозича як талабаро дуздиданд, дуюм талабаро телефонашро. роботбозичаро? майлаш дар ёдатон бошад, бо диққат бошед. худоҳофиз. алпирин наход ту вай бозичаро. ё худоё. حامیان فیلم در مرکز پرودیوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوی رستگار، مهندس ثبت آواز امیدجان علی، ترجمان سبحان قربان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودیوسر کاملجان سفر. به نقشا آواز دادن فیروز عمر، آرتش خادم، نیسای محمد جان، ملاحت بانو، محمدی مرزا علی، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، شیراز، نظیرمد موسی، صلاح الدین شکور، سلطان مراد بابا مراد، ملاحت، فرقت و دیگران.